تاریخ دقیق تأسیس ارگ مشخص نیست، اما مسلماً یکی از نخستین بناهایی است که به دستور کریم خان زند در سده 12 هجری قمری بنا شده است. محوطه بنا یک چهارگوش به مساحت 12800 متر مربع است که در هر گوشه آن برج مدوری با ارتفاع 14 متر قرار دارد. پایه‌های بنا سنگی هستند و دیوارها از آجر ساخته شده‌اند. بخش شمالی ارگ به عنوان اقامتگاه زمستانی، بخش جنوبی اقامتگاه تابستانی و بخش غربی برای ساختمان‌های اداری طراحی شده است. تالار پذیرایی اصلی در قسمت غرب است و با مقرنس، گل و بوته‌های سنگی باشکوه آراسته شده است. در گذشته ایوان روبروی این تالار 2 ستون سنگی با ساقه‌های مارپیچ ویژه معماری دوره زندیه داشت. این ستون‌ها به دستور آقا محمد خان قاجار به همراه بسیاری از در و پنجره‌های بنا برای ساخت کاخ گلستان به تهران منتقل و به جای ستون‌ها 2 ستون چوبی جایگزین شد. فضای داخلی ایوان با گچ‌بری‌های چند رنگ و نقاشی‌های طلاکاری شده فراوان تزیین گردیده که متأسفانه قسمت اعظم تزیینات داخلی صدمه دیده است. عمده این صدمات در عصر آقا محمد خان قاجار و همچنین در دوره پهلوی در فاصله سالهای 1315 تا 52 هجری خورشیدی که از ارگ به عنوان زندان استفاده می شده وارد آمده است.